فصل تابستان را کودکان و نورسان خیلی دوست می‌دارند. با مقصد خوشگذراندن تعطیل آنها در ولایت سوخت تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شوند. در موسم امسالی تابستان در ولایت 15 استراحتگاه بیرون از شهری، 524 نزد مکتبی، 81 لاگر ورزشی بهداشتی، 3701 عدد اردوگاه مهنتی عمل می‌کند. در آنها تا آغاز سال خوانش بیش از 80200 نفر خواننده به فراغت فرا گرفته می‌شوند. استراحتگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان یکی از اردوگاه‌های ولایت است که در آن گروهی کلان بچه‌ها به فراغت فرا گرفته می‌شوند. طبیعت زیبای این مؤسسه به بچه‌ها خیلی پسند است. آنها در هوای گشاد از طبیعت دلکش استراحتگاه بهره بر شده، وصف سرسبزی وطن و شکوفایی دیار همیشه بهارمان را می‌کنند. در استراحتگاه در عین زمان 60 نفر نورسان از هر گوشه و کناری مملکتمان با هم دوستی پیدا نموده وقت خود را خوش می‌گذرانند. مؤسسه دارای 6 بنا بوده، دارای تمام شرایط‌های مساعد است. حجره‌های تازه و آزاده، رخت‌های خواب و خانه‌های فراغتی و بازی برای ثمرناک گذراندن تعطیل بچه‌ها قلای میباشد. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در اردوگاه مذکور محفل وطنداران تأسیس داده شده است که در آن سخن از وحدت و همدلی و افتخار ملی می‌رود. نورسان با شکرانه استقلالیت و دستاوردهای نوین در وصف زیبایی‌های وطنی محبوبمان شعر و ترانه می‌خوانند. به فکر من محض همین استقلالیت بود که ما به این درجه آمدیم. یک نفس امکانی من به تاجیکستان نیست. در تن من جان من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان نام من پرورده شیرش کام من، هم نمک هم نون من به تاجیکستان نیست. بچه‌ها در استراحتگاه در دوام 10 روز برابر فراغت به کارهای مفید جمعیتی مشغول می‌شوند. رژه فعالیت استراحتگاه خیلی رنگین است، زیرا آن مطابق به ذوق و طبع بچه‌ها مرتب شده از جهت تربیت و هم معرفت‌ناکی اهمیتی کلان دارد. بنابراین نورسان می‌کوشند که در استراحتگاه امکانیت‌های برای آنها فراهم آورده شده را ثمرناک استفاده برده با نیرو و قوه نو پی آموزش و دانش اندوزی گردند. مشغول شدن بچه‌ها با ورزش و بازی‌های سرحرکت در این دوره اهمیتی کلان دارد. آنها با کمال میل به نمودهای گوناگون ورزش شوق پیدا نموده با هم قوه سنجی می‌کنند. باید گفت که هنگام به ورزش جلب کردن نورسان سن و سال و لیاقت آنها به اینابت گرفته می شود. همشیره‌های طب باشند پیش از مسابقه آنها را از معاینه طبی گذرانیده اوید به رعایت قاعده‌های بهداشتی و حفظ سلامتیشان صحبت‌ها می‌گذرانند. میدانچه فوتبال و حوض شناوری استراحتگاه موضع دوست داشته بچه‌ها میباشد. روزی 2 مرتبه آنها به شناوری مشغول میشوند. تازگی آب حوض در مد اول می ایستد، میگویند مسئولین. فوتبالبازان نورس باشند از بازی همدیگر به شوق آمده میخواهند در سال‌های من بعد نیز تعطیل تابستانی خود را در همین جا گذرانند. من که خود به ورزش فوتبال خیلی شوق زیاد دارم. هر روز به این نمود ورزش که در اینجا نیز مسابقه گذاشته شده است مشغول میشوم و اساساً برای چی من فوتبال را انتخاب نمودم؟ چون که فوتبال این ورزش رقم 1 در روی جهان میباشد و خیلی از همه ورزش نمود بسیار مخلص داشته‌ترین در روی جهان میباشد و در اینجا ما باز بغیر از این از چهاره‌بینی‌های فرهنگی هر بهگاه که در مجلس‌های کلان می‌شود در بین همه بناها مسابقه‌های فرهنگی می‌گذارد و همه ما در آنجا فعالانه اشتراک می‌نماییم. طوری گروه ایجادی ما مشاهده نمود در مؤسسه مذکور به ورزش و تازه و آزاده نگاه داشتن محیط اطراف اهمیتی جدی داده می شود، زیرا منظری زیبا و طبیعت ناتکرار استراحتگاه حقیقتا هم به سلامتی بچه‌ها به منفعت بوده امکانیت می‌دهد که آنها در اینجا از جهت عقلانی و هم جسمانی آب و تاب یابند و همیشه سالم و بردم باشند. تامین استراحت کنندگان با 4 محل خوراک سرغذا نیز یکی از عامل‌های اساسی حفظ بهداشت سلامتی نورسان است. با آنها منتظم میوه‌های تر و تازه و نوشابه و شربت‌های طبیعی داده می شود که از این بچه‌ها قناعتمندند.